سر مردم تخار در جنازه جناب صاحب آقاگل قطغنی صدا کردم که نظام در صدد دسیسه سقوط است، در تسلیمی نظام است. در جنازه حاجی صاحب آقاگل ما سر مردم صدا کردم که اینجا شهر مقاوم و مقاومت، قدم‌های عامر صاحب شهید در این شهر مگم نبوده. شما ملت باید استاد شوین به خاطر دفاع از ارزش‌ها، به خاطر دفاع از هویتتان. نظام توطئه میکنه. سخنرانی من موجود است و قرلق صاحب عملا در سپیس است. سایر برادرای صدای مرا میشنون، یعنی بودن جنرالا و کسایی که در همون نظام مفسد، همون نظام مزدورمنشی که آرمانش تسلیمی ارزش‌های مردم افغانستان، نابودیش به دست جنایتکارا بودن کسایی صدا کردن، اما 2 روز بعدش مرا از تخار برکنار کردن و کابل روان کردن. به هر حال میم روی عواملی که جناب سالنگی صاحب یاد کردن، قرلق صاحب یاد کردن، چون ما از سطح قماندانی بلوک بالاخره در جایگاه رسیدیم، فرمانده امنی نورستان بودیم، بغلان بودیم 2 سال و آخرام فرمانده تخار. خدمت شما یادآور شوم، عوامل اصلا ما خو اقتدار از زمانی که ما در بن نشست شد، ما اقتدار یعنی از دست داده بودیم، به نام اقتدار چیزی نداشتیم، صرف قدرت تصوب کرده بودیم. قدرتایی که البته خیالی در ذهن ما خطور کرده باشه که ما قدرت داشتیم و دیدیم که به چه سادگی 2 تا آدمی که هیچ جایگاهی در بین ملت افغانستان نداشت، اگر آقای کرزی بود و یا ای که غنی فراری را، چطور تانستن وارد بکنن و چطور تانستن که قدرتی هم که ما شما حداقل در ذهن ما بزرگوالا و سیاسیون ما که پس از شهادت قهرمان ملی وارد صحنه شدن، خطاهای سیاسی و جبران ناپذیر صورت گرفت. حالا اگر نامم بگیریم، گرچه هر آن موردی که داشتین، هر دوستی که نمیخواست نامی از کسی ببره، میر واجبه و فرض خود میدانم که به اذان مردم خود برسانم که در قبال خون آن شهدا و رادمردایی که به خاطر دفاع از تمامیت و عزت رادمردی کردند چه جفاهای صورت گرفت.